نیمه دوم روز 24 ینور در یک صدمه پرقربانی روی موشنگرد چنوق غفوروف مشچو در حدود شهرک سیهون نویه باباجان غفوروف بر اثر به ماشین وز 21031 برخوردن یک بمو چو روز و یک اویله از دهه قزلتیپه جماعت دهات اسماعیل نویه باباجان غفوروف جان باختند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 24 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 16:30 راننده ماشین تمغه بمو امینوف امیجان سال تولدش 1991 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد چنوق غفوروف مشچو در حدود نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت تمغه وز 21031 تحت اداره راننده عبدالرحیموف عبدالرسول سال تولدش 1985 ساکن نویه باباجان غفوروف برخورده است. در نتیجه راننده افت تمغه وز عبدالرحیموف و مسافرانش عبدالرحیم و گلبهار سال تولدش 1986 عبدالرحیم و خالبیبی سال تولدش 1952 و عبدالرحیم و ایمیگل سال تولدش 1958 ساکنان نویه باباجان غفوروف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده افت تمغه بمو امانوف و مسافرش قربانوف شریف خان سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که صدمه در قلمرو شهرک سیهون نویه باباجان غفوروف روی داده راننده ژگولی و مسافرانش همه از یک خاندان از یک دهه قزلتیپه جماعت دهات اسماعیل نویه باباجان غفوروف بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می‌نویسد فعلا سبب صدمه دقیق کرده نشده است ولی به احتمال زیاد یک سبب بالا بردن سرعت حرکت یکی از ماشین ها باشد. این نهاد گفت نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه رسیده با استفاده از تجهیزات مخصوص جسدهای هلاک شدگان را از داخل ماشین بیرون آوردند ولی برای تشخیص به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه بار دیگر به رانندگان یادرس کرده است که بالا بردن سرعت حرکت در راهها همیشه خطرهای فاجعه بار را به دنبال دارد و باید قاعده‌های حرکت در راهها را جداً رعایت کنند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می‌شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند.